سلام! امروز می‌خوایم با هم بریم سراغ یکی از ساده‌ترین ولی در عین حال عمیق‌ترین کتاب‌های موفقیت و رشد فردی. کتابی که فقط توی 1 ساعت میتونی بخونیش ولی تا سالها توی ذهنت میمونه. چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون. این کتاب یه داستان استعاره ساده است ولی با یه پیام قدرتمند درباره تغییر. تغییر در زندگی کاری، شخصی یا حتی احساسی. جایی که خیلیامون گیر می‌کنیم و نمی‌دونیم باید چی کار کنیم. شخصیت‌های داستان. ماجرا توی 1000 تو میگذره. 4 شخصیت داریم که دنبال پنیر میگردن. اسنیف بو میکشه و زود متوجه تغییرات میشه. اسکوری سریع عمل میکنه. هم در برابر تغییر مقاومت میکنه. ها اولش میترسه ولی بعد یاد میگیره با تغییر کنار بیاد. توی این داستان پنیر نماد هر چیزی توی زندگیمونه. شغل، رابطه، پول، موفقیت یا حتی آرامش. خلاصه ی داستان. همه چی خوب پیش میره. هر روز این 4 نفر میرن به یه قسمت از 1000 تو که اسمش هست ایستگاه پنیر سی و از پنیر لذت میبرن. اما یه روز پنیر ناپدید میشه. اینجاست که شخصیت‌ها واکنش‌های مختلفی نشون میدن. اسنیف و اسکوری بدون معطلی میزنن به دل 1000 تو. میدونن پنیر جدیدی باید جایی باشه، پس شروع به حرکت میکنن. ولی هماها توی همون ایستگاه سی میمونن. هم عصبانیه، میگه کی پنیر منو برداشته؟ این حقم نبود. ها هم میترسه، چون از ناشناخته ها میترسه، نمیخواد خطر کنه. مدت‌ها میگذره و پنیر جدید نمیاد، تا اینکه بالاخره ها از خودش میپرسه اگه دیگه اینجا پنیر نیست چرا هنوز اینجام؟ تصمیم میگیره به دل 1000 تو بزنه. اولش میترسه ولی قدم به قدم تغییر رو میپذیره. توی مسیر رو دیوار 1000 تو چیزهایی مینویسه تا به خودش و بقیه یادآوری کنه. اگر نمیترسیدی چه کار میکردی؟ هرچه زودتر پنیر کهنه را رها کنی، زودتر پنیر تازه پیدا می‌کنی. در نهایت ها به ایستگاه پنیر ان میرسه، جایی که پر از پنیر جدیده. اونجا اسنیف و اسکوری هم هستن. اما هام هنوز همونجا نشسته و منتظره که پنیرش برگرده. پیام اصلی کتاب: دنیا همیشه در حال تغییره. اگه تغییر نکنی عقب میمونی. نباید به چیزهایی که قبلاً داشتی وابسته بمونی. باید آماده باشی از منطقه امن بیرون بیای. ترس از تغییر طبیعیه، ولی نباید اجازه بدی تو رو متوقف کنه. جمع‌بندی نهایی: چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ یک کتاب کوچیکه اما اثر خیلی بزرگی داره. بهت یاد میده اگه توی زندگی یه چیزی که دوستش داشتی از بین رفت، مثل شغل، رابطه یا حتی سبک زندگی تموم نشده. فقط باید بلند شی، تغییر رو بپذیری و دنبال پنیر جدیدت بگردی. اگه این ویدیو برات مفید بود، خوشحال میشم برای شنیدن خلاصه کتاب‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنی.